آمدن از 2000 نفر جمع کرد، آمدن منظوری میکرد کجا؟ سر قریه مسجد سبز، یک قریه مردم هزاره خود سر مسجد سبز حمله کردن، 1.5 خانه. از صبح تا شام جنگ کردن با تمام توان خود، 1.5 نفر خارجی و داخلی. بچه خوب جنگ کردن. همین 10 نفر که شهید شدن، اینا هیچ کدامشان در فرار و در خارج از سنگر شهید نشدن. تا آخرین مرمی خودم جنگ کردن. خب حکومت ما خب حالا باز چیزا گفتم که ما راضی نیستیم دیگه. نه از چند ماه به این طرف ما گفتیم که اینا پیکا کار دارن، راکت کار دارن، مهمات کار دارن. اما 150 اربکی اونجا داده شده بود. اما سنگر که ظریف قماندان شهید شد در اونجا یک پیکا داشتن دیگه، کلاشینکوفای شمنگری بدن، زدن تا آخری که یک مرمی هم داشتن جنگیدن، قد سنگ زدن، قد قلوخ زدن، ولی از سنگر خود نبرآمدن. دشمن آمد در سنگر سرشان ضربه. در پسابند هم اینطور مشکل داریم. در ارزگان خرجات کندلان، پالو، ششپر، اینا همه در حال آواره شدن است. از قریه که 400-500 خانه بوده 40-50 خانه مانندگیش برآمد از قریه. این طرف میکشن شما را، این طرف از داخل مردم میخوادن در جان حکومت که بری نخن حکومت بگیرید. او داعش جنگی، داعش مدنی. همینایی که مردم بردن ناحق در میدان روشنایی به شهادت رساندن، خودشون دستشان دینا دی خون آلوده است. برای بار اول است در تاریخ افغانستان که به این حد درباره هزارجات و مناطق مرکزی توجه گسترده و همگانه انجام شده است. اگر شما به پروژه هایی که در وزارت فواید عامه هست، در وزارت انرژی و آب است، در وزارت مخابرات است، در همین 3 وزارت زیربنایی اگر مراجعه بکنین به وزیرهای مربوطه که 2 تایش حداقل مربوط جامعه هزاره و شیعه است از این وزارت خانه ها و یک وزیر انرژی و آب که از برادران هرات ما هستند، شما می توانید معلومات کافی را از اونا بگیرید. بازسازی به دروازه هزارجات رسیده است. سرک هایی که در باره از این قرارداد شده یا قرارداد میشه از $1 میلیارد اضافه تر است. یعنی بودجه انکشافیش تنها دیگه بیشتر از این میتونیم چه کار بکنیم؟ اگر بودجه انکشافی و بازسازی 2 میلیارد بیشتر است غیر از بودجه دفاع امنیت، نیم از این خب به سمت هزارجات هست دیگه بیشتر از این مثلا چه کار میتونیم که ما در او اقدام کنیم؟ در مشارکت ملی ما راضی نیستیم. درست یک چند وزارت خانه برای مردم هزاره هست، اما اونا هم بیچاره صلاحیت های سعی نداره. کلی کارهایشان بند است، تقرری هایشان، صلاحیت هایشان زیر سوال. هنوز هم یخیر حکومت گرفته، باز هم اونم روشنایی گفته، از دروغ روشنایی میگه. روشنایی اونایی که ما بردیم در هزارجات که 300 مگاوات برق بردیم، این روشنایی از کجاست؟ 400 نفر بردن به ناحق بردن، دم تو به دشمن برابر کردن، شهید کردن، زخمی کردن. چه نتیجه؟ شهیدا و زخمی ها در بدن اونجا میگردن دیگه، دلد کوب اون خلاص. روشنایی گفتیم، روشنایی را به هزارجات بردیم 300 مگاوات برق، مگر چقدر دیگه میخوان اونجا ببرید؟ خب در قسمت برق همی اون برق هم به هزارجات بردیم، سرک هم رفته رو ایستن. بی‌مهری و دشمنی رقم است. یک دفعه است که قتل عام میکنه، سر میبره، یعنی گاز میدان حساب کنید. یک دفعه است که نه نوازش میکنه، قد پنبه حلال میکنه. در 15 سال گذشته همی بود، نوازش بود.
بسیار تعریف هم میکردن مردم بامیان حل دای کندی رقم، اما رواداری نبود. در رابطه با تعدیل واحدهای اداری گفتیم، یاد کردین شما؟ تعدیل واحدهای اداری حرفی بود که ما را 40 سال به این طرف گفته رایستیم. رهبر شهید میگفت ولایت پنجاب، ولایت بیسود، ولایت جاغوری، این سه ولایت ما مانده یک دای کندی شده که از او بابت هم از حکومت گذشته تشکر میکنیم، هم از این حکومت نو که قبول کردیم. اما شما خب میفهمید که حکومت مشترک است. حکومت مشترک چی که رئیس جمهور از تیم دیگه هست، تیم دیگه باید در نداده بود. تیم شرایط مهمتر از همه است که ما نباید حرفهایی را بزنیم که او یعنی خارج از اما معیارهای منطقی و اینا باشه. از یک طرف تمام دنیا توجهش سر نامسازی افغانستان شده. دنیا که میگیم دنیای تروریسم، خب البته دنیای دیگه هست که ما رو کمک میکنه، اما دنیاهای هم هستن که اونا همه ایشون بر نامسازی افغانستان کار میکنن. شما یک دفعه ملاحظه کنید که همسایه کشور ما همسایه ناجوان و شیاد، فریبکار، پررو داریم که همه جهان هم بازی میته و همه تروریست‌های دنیا. ناامنی ها به مرزهای هزارجات هم رسیدن، بازسازی هم به مرزهای شماست، ناامنی هم. اینا را که بردن شهید ساختن، برای چی شهید ساختن؟ برای چه هدف؟ اسلام در خطر بود؟ آیا حقوق جامعه هزاره و شیعه در خطر بود؟ یا اینکه نه فقط میخواستن که یک کسی یک نام بکشه و در آینده رای بر انتخابات پارلمانی به دست بیاره؟ اگر برق میگه برق رفته بود بر هزارجات، روشنایی را که شعارش میده روشنایی به هزارجات رفته، 300 مگاوات برق. این طرف داعش میکشه، طالب میکشه، این طرف از داخل هم ناخودآگاه مردم از جان حکومت میندازه. بنان بر همه ما و شما هوشیاری لازم است که باید جلوی وزیر دستایست را بگیریم. دنبال گروه فحاشان، گروه بداخلاقان، گروه فاسدان، شرابیها، بینمازها نروند مردم. اینا همه با دین شما مخالف است، با عقاید شما مخالف است. اینا با ائمه و با پیامبر شما مخالف است. به هیچ چیز اینا ارزش قائل نیستند. تمام فیسبوک های شبیه غیر از فوش زن و ناموس و بد اخلاقی چیزی دیگه نیست.